موکتو کلا خراب کرد که اون یه تیکه رو درست کنه. آخرش هم تازه درست نشد. اصلا خوب نشد. ببین موکت خریدن این نگرانی‌ها هم داره دیگه، اینکه کثیف شد چی کارش کنم، اینکه اگر سوخت چی کارش کنم. بیا بهت بگم از همون اول چه موکتی بخری که این همه استرس نکشی. وقتی موکت پازلی بخری دیگه نه نگرانی که چجوری تمیزش کنی چون خیلی راحت داخل خونه شسته میشه، نه نگرانی اگر یه تیکه خراب شد چی کارش کنی، چون به صورت تیکه‌ایه میتونی خیلی راحت تایل خراب و با تایل سالم عوض کنی. این موکت به راحتی نصب میشه بدون نیاز به ابزار خاصی یا حتی نصاب. اگر طبقه اولم هستی میتونه یه انتخاب ایدئال باشه چون جلوی سرمایه کف رو میگیره و فضای شما رو هم گرمتر میکنه. هایلایت موکت پازلی رو ببین، اجرا شده هاشو برات گذاشتم.